کار منم همه با ملوان شروع میشه، یعنی عشقمون ملوان. من دقیقا یادمه یه دونه کیف پیدا کرده بودم که کلی مدارک، سرویس طلا، بعد چیزای دیگه هم توش بود که شانسکی گوشی رو باز کردم بدون اینکه رمزی داشته باشه. زنگ زدم به صاحبش، یعنی صاحبش که شوهرش بود، اما شماره اولی که زنگ زدم دیدم شوهرشه. زنگ زدم گفتم آقا بیا خانم یه چیزی اینجا جا گذاشته. اون یکی از بهترین خاطراتم، یعنی اومدن خیلی هم خوشحال شدن. هر کی بود مثلا دوستان میگفتن آقا نده فلان بساره، گفتم نه این مالیه که باید به صاحبش برگردونم. دوستامو صدا کرده بودم گفتم نگاه بکنین که توش چی هست، همتون شاهد باشین که ببینین توش چی هست، که من میخوام گوشی رو در بیارم ببینم اگه هر کسی این شماره‌اش رو جواب داد برداشت بگم آقا همچین چیزی اینجا جا مونده. چی شد این کسب و کارتون رو شروع کردین؟ دیگه ما درسمون همین دبیرستان شهدا تمام کردیم، دیپلم، بعد دیگه شدیم دستفروش دیگه. البته بابای ما راننده مینوبوس بود، طایفه ما هیچ کدوم دستفروش نبودیم. پدرم کارمند کارخانه مینو بود. بعد دیگه اون شغل اصلا دوست داشتم، شغل مواد غذایی رو دوست داشتم. مغازم دارم، خدا رو شکر راضیم از شغلم. خودم منزلیچی هستم ولی من 25 سالشون خانومم رشتی بود، ما رو برد رشت. مغازه من هر جفت تو رشته. یه دونه تو فلکه قلی‌پور، نفش کوچه وحدت، یه دونه هم سبز میدان بغل دیوار کلیسا. منزلیچی عاشق ملوانه. حرف اول آخرمون هم ملوانه. کار منم همه با ملوان شروع میشه، یعنی عشقمون ملوان. به به شما با این که الان حساب بکنی ماشین من اونجاست، آرم ملوان.